دوزخی ها را خداوند از یک جانب میگذاشته است و بهشتی ها را از یک جانب. در قرآن میگوید خدا در پاره 29 از قرآن است، میگفته است جنتی ها از دوزخی ها میپرسیدند ما سلککم فی سقر، چی شد که تو دوزخی شدی؟ تو در همراه من بودی، تو هم تاجیک بودی، تو هم خودت مسلمان میگرفتی، چی شد که امروز تو دوزخی شدی؟ چی میگفته است؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، در اصل من تاجیک بودم لیکن نماز نمیخواندم، بی نماز بودم، از حساب بی نمازیم امروز در قعر دوزخ خدا مرا جا کرده است. این است جواب این برادرها در روز قیامت. سلام دوستو، بسیاری شما از پروستاتیت تقصیر میکشیده. مرحمت برادرها، به شما توصیه میتونم полноценный کورس лечения برای پروستاتیت انشالله که هم مردونگی به خود میکنه، همچنین ژلانی هم خوبگی خوب میکنه، هم برای گرده، معده، قد رودها به حد افکتیو نه. تریلیبوس ماسین، دو دونه روغن خیلبا، یک تا قیصل هندی، دو پاچکا فیتو سویچا. تریلیبوس ماسین برادرها مهلت هم خوبگی دراز میکنه، تنه را به خود میکنه، فویز منی بلند میکنه، ژلانی هم خوبگی خوب میکنه. روغن خیلبا رای پیشابی میکنن، گردش خون تیز میکنن، چنین برادرها سنگ نمک گرده را میرزونن، برای گرده واسپالینش میگیرن. قیصل هندی باشه پروتیف میکروب یارده میکنه، همچنین برادرها واسپالین پروستات را میگیره. فیتوسویچو باشن برادرها برای واسپالین پروستات را گرفتن و راهی پیشاب را خوب کردن و همچنین برادرها برای ژلن هم خوبگی تو خوب کردن، برای واسپالین قد رودها را گرفتن. مرحمت برادرها زنگ بزنید، полноценный کورس شه با نرخ ارزان با همه شهرها دسترسی میکنید. السلام علیکم داملا، برای من خیلی محبوب هستید. یک سوال دارم. یک چیز مرا دائم در شک و شبهه آورده است. برای چی آدمان بی دین و بی خدا مال و ملکی بسیار دارند؟ نمیشد که خدا آنها را گدا و دربدر گرداند؟ خوش به حال همین برادرهایی که در دلشان ذره شک و شبهه دارند سوال میکنند. من بر شما خبر میتم که برادرای عزیز، من چند بار در فصل فضیلت آدم به شما صحبت کردم. مالداری، دولتداری این نشانه مرتبه آدم نشان نمیدهد. اگر نشانه مرتبه آدم مالداری میشد، خداوند قارون و فرعون مال نمیداد، اونها را مال نمیداد. بلکه نشان آدمیت این ایمان است، این ایمانداری هست. ان الله لا ينظر الى اموالكم و الى اجسامكم ولا الى انصابكم. خدای شما چی میگوید؟ من نظر نمیکنم در دلاری تو، در پشت قناتی تو، در قصرهای آشیانه تو من نظر نمیکنم. من در اون برادر و پدری که وظیفه های کلان داره در اونها نظر نمیکنم. من در جسم زیبای تو هم نظر نمیکنم، بلکه من در عملی تو نظر میکنم، من در دلی تو نظر میکنم. خدای تو این چنین صدا میدهد. حدیث من از کتاب برای شما نویساندم که پیغمبر خدا گفته است ان الله قسم بینکم اخلاقکم کما قسم ارزاقکم. اخلاقهای شما را، آداب شما را خداوند مثل رزق روزی تقسیم میکرده است. چگونه که رزق روزی یک آدم بلند است، از یکی کم است، از یکی پست است، خداوند رزق روزی را یعنی معین میکند، با همه یک خلده میدهد. آدابم پیغمبر خدا گفت همچنان تقسیم میکند. آدابم خیلی چیزی قیمت است. ببین بسیاری برادرها نمازخوان هستند لیکن آداب ندارند، مسلمان هستند لیکن بی آداب هستند. اینا بسیار هستند. رسول الله میگه همچنان در ادامه حدیث چی گفتند؟ و ان الله یعطی المال من یحب و من لا یحب. خداوند مال میدهد کدام بنده را که دوست میدارد یا کدام بنده را که دوست نمیدارد، مالش میدهد. و یعطی الایمان الا من یحب. دوام حدیث سوال این برادر جواب شد. لیکن ایمان خداوند میدهد مگر شخصی را که دوست میدارد. مال را به هر کس میدهد. ای دل چی کنم؟ خدا چنین میخواهد. نعمت همه بر دشمن دین میخواهد. فرعون لعین نشسته بر تخت زرین، موسی ز خدا نان جوین میخواهد.
السلام علیکم بابای حاجی. من بیشتر سخنهای شیرین شما را گوش میکنم و میخواهم به 2-3 سوال من پاسخ دهید. در کدام حالت مرد حقوق دارد که زنش را طلاق کند؟ راستی بار در باب طلاق التماس از همه شما فقط مفتی ها را سوال کنید. طلاق موضوع ما نیست، اگرچه ما کتاب طلاق خواندیم لیکن ما فتوا نمیدیم، زیرا طلاق بسیار نازکی ها دارد، بسیار نازکی ها دارد. این فقط کار مفتی هست. میرین مفتی را مراجعت میکنین در کدام حالت طلاق درست است، در کدام حالتش نادرست است. اینا فقط از مفتی ها پرسین. از من پرسین این زنها را چقدر میتونین در خیلی اگر جنایت کلانش اگر دستگیرش نکنین دیگر در بعضی عادی ترین صورت ها شما طلاق ندهین. در لباس ناخوب شست یا خانه را ناخوب رفت یا طعام بی لذت تیار میکند یا کمی به سوی تو مثال گپ گردانید، اینها حالت نیستن که شما طلاق با اونها روا کنید، بلکه این حالت ها را میتونین شما آداب دهید. میتونین به طریق صحبت، به طریق مصلحت، به طریق جمع آوری پدر و مادرش، اولاد اجدادش او را تربیت کنید. نماز بامداد را در ساعت 7 یا 8 خواندن ممکن است. در ساعت 7 اگر طلوع آفتاب نباشد جایز است. من نمیدونم در ساعت 7 طلوع آفتاب می شود یا نه. وقتی آفتاب که برآمد دیگر نماز بامداد خواندن چی هست؟ منع می شود. همون طلوع آفتاب یافتن در کار ساعت شد تا طلوع آفتاب جایز، ساعت چند نباشد. بلند خندیدن یا بزرگ خندیدن گناه است، البته به البته گناه است. کسی که اگر بلند خنده میکند یا بسیار خنده میکند، رسول الله گفتند تو میت القلب، دل انسان خنده بسیار میکشد، دل انسان خنده بسیار و گپی بسیار میمیراند. دل انسان که مرد، ان ابعد الناس من الله القلب القاسي، دورترین بنده به سوی خدا بنده هست که دل وی سیاه می شود، دل وی سیاه باشد. خنده بسیار، گپی بسیار دل آدم سیاه می کند. از این خاطر همه وقت خنده کنین، شوخی کنین، لیکن از حد نگذرانید. 4 سوال کردن، میگویند که بابای حاجی زبان انگلیسی را میدانید، درست است یا نه؟ ما یک زمان میدانستیم، همون زمانهایی که تحصیل میکردیم در همون خارج زبان انگلیسی را گپ میزدیم، با استادا همین مراجعت ها کرده میتونستیم، جواب میگرفتیم، خانه میرفتیم میومدیم. لیکن با مدتی که مثال به اینجا رسیدیم دیگر هیچ تکرار نشد، اهمیت به اون زبان که ندادیم دیگر از یادمون رفت. لیکن همه شما را جوانای عزیز از همه درخواست دارم که تمام زبان بیاموزید. باور کنین در دنیا و در آخرت هم شما سربلند هستید. امر اسلام شما هست که شما بخوانید. جوانای عزیز بسیارتر کوشش کنین. من شما را از نماز خواندن و از قرآن خواندن من نمی کنم. این علم اولین درجه هست که تمام شما قرآن خوان شین، قرآن هر سحر تلاوت کنین، 5 وقت نمازتان ادا کنین، لیکن از علم دنیوی هم شما نگریزین. علم دنیوی علم باطل نیست. پیشواهای ما و شما بسیاری هستند که به علم دنیوی چنگ زدگی بدن. از این خاطر همه شما در درس ها معلم ها را احترام کنین، حتی بتوانین اگر درس های علاوگی بخوانین. هست حاضر مکتبه ها در درس های علاوگی جاری شده 5 سامان 10 سامان. همون رقاصه را آتا بگو در توی نیاره یا چه بگو که مثال دین رجدین نکنه و هم 5 سوم 10 سوم در دست معلمه بتین تعلیم تون بده. این بهتر است. خراجات های بی معنی که مثال در معرکه های ما و شما می شود 40 ماشین 50 ماشین پیش یک بوتی کلانی سجده کنی میرین، اینها را ترک کنین، پول های اینا را در مکتب صرف کنین. سمکه بخرین، دفتر بخرین، قلم بخرین، با معلماتون توجه کنین، اینها برای شما بهتره. من بسیار دوست می‌دارم همون جوانی را که علم دنیایی را می‌داند. ما خود در مکتب 3 نداشتیم، فقط 4 و 5 خط می‌خوندیم. کسی همین علم دنیایی را هم که دانست، علم اخرویش هم آسان میشد گرفتن.
علم دنیاوی را که ندانستی، سالار هم که در سر ماندی با یک عادی ترین گپی دنیاوی تر یک معرکه دا چکار میکنن؟ متهم کرده میماند، همون کسی نباشد. السلام علیکم داملای شیرین سخن. بعد السلام، من سوالی دارم. اگر آدم از آدم دیگر یگان چیزی گیرد و او را بر نگرداند چی می شود؟ این دوست می شود. اگر کسی که مال یک برادر را میگیرد و پس نمیگرداند، این چی است؟ این حکم دزد دارد. یعنی مگر که همون به طریق یک فریب از تو دزدید، یعنی مجبور نکرد و به طریقی که مثال در بین چند حیله و نیرنگ استفاده کرد و مال تو را از تو ستانید گرفت. این البته گناهگار است، در مال تو جوابگر است در نزد خدا. السلام علیکم داملای محترم. قسمی از آدمان مسلمان در اذان دادن مؤذن و شنیدن نام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دو انگشت را به چشم میرسانند و دلیل میارند که در کتاب جامع الرموز این سخن هست. تا کدام اندازه درست است یا نادرست بودنش را بر ما فهمونید. بعضی برادرها است که اشهد ان لا اله اشهد ان محمد رسول الله گفتند، همین انگشت ها را در بالای چشم میمالند. همین من شما را از کتاب مجموعه الفتوا صحیفه 327 کدامی داشته باشین. این حضرت میگوید که این اساس ندارد. این شکیدن انگشت در بالای چشم میگد هیچ اصل ندارد. و ملا قاری علی قاری میگویند، این محدث است، این هزارها بار دیده از صاحب جامع الرموز و کنز العباد هم این گپ میگه، از اینها دیده مرتبهش بلند است. این حضرت میگوید که صاحب جامع الرموز هر مسئله که خواه تر از خواه قاق است در یک قابچه جمعشون کرده است. این سخن علی قاری هست. از این خاطر این حضرت صاحب مجموعه الفتوا که این حنفی مذهب است، کتاب ما و شماست، این میگه این هیچ اصل ندارد، این نکردنش بهتر میگه. کدامی داشته باشین صحیفه 327 تماشا کنید. داملای شیرین سخن، از ما خواهش میکنیم که به این سوال من جواب گردانید. من از اول ماه رمضان روزه گرفتم. در روز جمعه بزرگ روزه ام را خوردم از بیماری. آیا روزه گرفتگی هم قبول می شود یا نه؟ همینش را درست فهمید. البته قبول می شود. وقتی انسان که بیمار شد، خداوند رخصت می دهد که روزه را بخورین، باکی ندارد. این آیت کریمه هست. وقتی باز رمضان که تمام شد، یعنی چند روزه که تو مثال بیمار شدی، وقتی صحت که شدی، همون روزها را قضایی میگیری. البته روزه تو در نزد خدا قبول میشه. السلام علیکم نام عزیز. قیام نماز پیشین کی می شود که نماز خواندن درست نیست؟ الحال میگوین از 12 تا 12:40 یعنی یگان نماز نخونین که قیام است. حالت قیام است، در همین حالت شما نماز نخونین. همین دامله های کلاه همش همین گپا میگن که از 12 تا 12:40. سلام داملای شیرین سخن. از نام یک نفر مخلص شما داملای محترم، من یک سوال دارم، التماس جواب عمیق دهید. من 3 سال پیش طواف خانه خدا کردم. در سن 36 ساله می باشم. بعد از طواف کردن به خود مقصد گذاشتم که هر آنچه که خداوند بر من حرام کرده است دست میکشم و با یک دختر از شوهرش برای کودک نکردن جدا شده بود شناس شدم. خوب گوش اندازین. و او را با طریق مسلمانی به نکاح خود در آوردم. با او 5 سال باز زندگی کرده ایستادم و صاحب یک فرزند شدم. این دختر بگیم حساب بیوه گرفتن و سبب کودک نکردنش این مرد حاجی است، نکاح کرده است، به طریق اسلامی گرفته است. و یک روز شب به خانه در آمدم، زنم را با یک مرد ناشناس در جاگه خود در حالت مادرزادی قپیدم و آنها را یگان گپی گنده نگفتم و والدین زن را یعنی اپش را آوردم و شاهد همین کس زنم را 3 طلاق کردم. داملای محترم، به من گوید که من با این گناهی که 3 طلاق گفتم در نزد خداوند چقدر گناه و عذاب میکشم. به من گوید که تا به گوش خود شنوم. یعنی این برادر، یعنی به سبب این قدر اسلام یک دینی هست که در دل آدم چنان رحمی را پیدا میکند که
همان زنی را که در حالتی بگیم زنا با یک مرد دیگر میقپد و به یک سبب طلاق گفتن، این مرد در خوف است و اون زن بدبخت نی. به سبب طلاق گفتنش در خوف است که خدای را چی میگفته باشد، لکن اون بدبخت مردی که در خانه این کس در آمد و این زن بدبختی که این کار انجام داد، اونا از خدا نترسیدند. این برادر انشاءالله تو از جوابگری در نزد خدا با طریق کامل باوری کن که تو خلاص هستی و البته هیچ مرد دیگر برای خود روا نمی بیند در حالتی که زنی خدا با یک مرد بیگانه می بیند و با او دیگر زندگی کند. اگر چنده که دستورات اسلامی هست که اگر عفوش کنی حق توست، حق توست، میتونی که عفوش کنی، لیکن اگر زندگی هم که نکردی، طلاق هم که کرده باشی، خیر باز اینا تو میتونی که از همون مفتی ها پرسان کنی، لیکن به عقیده من باشد تو کاری خطا نکرده، خوب کردی که از این زن جدا شده. یعنی احترام حاجگی را ندانست، احترام اسلامی را ندانست. و زمانی که یک بار این بدبخت شده بود، باز مثال در بخت شما مسلمان داخل شد و به قدر شما که نرسید، حالی او این است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا به حساب شکرانه خدا میکنم که به ما چنین پیشوایی با تقوا مانند شما نصیب گردانیده است. دعا میکنم که پروردگار را علمی داشته شما را دوچند کند و ما از آن امر معروف های شما بهره بریم. آمین. داملای عزیز، به سوال های من خواهش میکنم در روز جمعه جواب دهید. روز نماز جمعه را در مسجد جامع یک قشلاق گذاشتم. بعد نماز را ادا کردن اهل مسجد باز 6 رکعت نماز احتیاطی خواندند، لیکن من نخواندم برای آنه که آن وقت نمیدانستم مگر من 4 رکعت فرض پیشین را قضا خوانم یا نه نخواند. وقتی که نماز جمعه که اعلان شده است همون دهه و فرمان مفتیا در او باشد که این نماز جمعه هست، در اونجا که نماز جمعه را خواندین دیگه فرض احتیاطی نخوانید، تمام همون جمعه شما در نزد خدا مقبول است. این احتیاطیش مثل یک شبهه می شود، یعنی در نماز خودت وقتی شبهه کردی، نماز شبهه دیگر قبول نمی گردد. از این خاطر نخواندن شما نمازی همون احتیاطی را این بهتر است. خیلی عالی قدر پیغمبر خدا به شمار می رود، شاید که بر گوش همه شما ابو هریره صدا داده باشد، زیرا این از صحابه های هست که 5374 حدیث پیغمبر از یاد می دانستند و از همه صحابه ها دیده روایت کننده ابو هریره می باشد. حضرت یکی از نماینده های اصحاب صفه بودند که در مسجد پیغمبر خدا می نشستند. برای اینها زن، خانه، دنیا، طعام، نوش و نعمت دنیا هیچ قدری نداشت مگر اینها به استغفار و به طاعت خدا مشغول بودند. ابو هریره هم یکی از این نفرها به شمار می رفت. ابو هریره را شاید که من چندین حکایه هاش به شما گفته باشم، لیکن راوی این حدیثی که الحال به شما تحلیل میکنم خود ابو هریره هست. میخوام که باز کم توجه شما را به سوی ابو هریره روانه بسازم. ابو هریره میگوید از پدرم دیده، از مادرم دیده، از همه یار رفیقی که در دنیا داشتم پیغمبر خدا را زیادتر دوست می داشتم و برای پیغمبر خدا هر لحظه تیار بودم که جان ما در راه خدا فدا کنم و دائم پاسبانی نزد دروازه پیغمبر خدا را به عهده می گرفتم. میگوید مادرم مشرک بود، یعنی مادرش و پیغمبر ایمان نداشت، به یگانگی خدا اعتقاد نداشت، مشرکه بود. هر باری که دعوتش میکردم مادر اسلام را قبول کن، قبول نمیکرد. باری میگد گفتم مادر، گفتم اسلام چی دینی پاکیزه هست و خداوند در قرآنش خبر میدهد که هر کسی که چنگ زننده اسلام باشد هم در دنیا و هم در آخرت و عزتش بلند می شود. مادر اسلام را قبول کن. بجای آنه که اسلام را قبول کند این مادر من
چنان حرفهای زد نسبت پیغمبر خدا که دیگر من طاقت نکردم. پیغمبر خدا را دشنام داد، حرفهای بیجا گفت، دیگر در خانه طاقت نکردم. چشمهام پر از آب نزد رسول اکرم حاضر شدم. با پیغمبر خدا حال بیان کردم، گفتم یا رسول الله، الحال با مادر خود هم صحبت شدم، چندین بارها دعوت میکردم، چیزی نمیگفت، قبول نمیکرد، لیکن امروز بزم آنه که قبول کند باز چندین حرفهای بیجا و دشمانهای زیاده در حق شما کردن. این حکایت در کتاب حکایت صحابه میگذرد، در بخاری هم میگذرد. پیغمبر خدا چی می شود که در حق مادر من دعا کنی تا که خداوند او را به اسلام مشرف بگرداند؟ رسول الله میگد که مرا بسیار که دوست می داشت، به نهایت احترام می کرد و ایمان من ایمان صدقی که بود، در حال دستش برداشت و گفت اللهم اهدی ام ابو هریره رضی الله عنه. خدایا پروردگارا صدای محمد را اگر میشنیدگی باشی مادر ابو هریره را هدایت کن. پیغمبر خدا دعا کرده. ابو هریره میگوید همراه پیغمبر خدا من هم دستم برداشتم، در چهره خود مالیدم و باوری کامل هم داشتم که دعای پیغمبر خدا به اجابت میرسد. یک زمان نزد پیغمبر نشستم و به سوی خانه خود رهسپار شدم. وقتی نزد دروازه من رسیدم، ابو هریره میگوید نگاه کردم که دروازه از داخل بند است. فریاد زدم مادر در را بگشا. با یک صدای مهربانانه ای که این صدا را بار من شنیده نبودم از داخل میگه فریاد زد ابو هریره فرزند من کم انتظاری بکش، الحال من دروازه تو را گشاده میکنم. وقتی گوش انداختم آوازی ریختن آب می آمد. فهمیدم که مادرم غسل دارد، آبازی دارد و نیت اسلام را قبول کردن دارد. وقتی میگد صدای آب که تمام شد، دروازه گشاده شد میگد و مادرم میگد و مجرد که رسول اکرم دعا که کرده بود در دلش همون نور ایمان دیگر تجلی میزد، جوش میزد. لباس هاش میگه با همو بدنهای ترش این مادرم پوشید، حتی چنان دوید میگد که روی مالش میگه فراموش کرد بالای سرش پرت آید. نزد من دید ابو هریره گفت دیگر بر من هیچ صدای ناکرده و اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسول را بیان کرد. ابو هریره میگد شاید که در حیاتم این چنین خرسندی را دیگر یاد نداشته باشم. چگونه که برای به اسلامی و به ایمانی مادرم گریان بودم، برای ایمان قبول کردنش از اون دیده باز زیادتر گریه کردم و با این گریه شادیانه هم نزد پیغمبر خدا حاضر شدم. پیغمبر خدا مادرم ایمانی بر خدا آورد، ایمانی بر پیغمبر خدا آورد. رسول الله شاد شدن از این بشارت من و ابو هریره میگوید کدام مرد و زن مسلمانی که اگر نام ابو هریره را میشنود در حال عاشق ابو هریره میشود. راوی این حدیث میگوید من از ابو هریره پرسیدم چرا که کسی صدای نام تو را بشنود و عاشق تو میشود؟ گفت وقتی که مادر من ایمان آورد از پیغمبر خدا باز درخواست کردم یا رسول الله یک دعای دیگر از تو تمنا دارم، دعا کن که مرا و محبت مادر مرا در دل تمام مرد و زن مسلمان خدایا جایگیر بگرداند. رسول الله باز دست خدا میگه پهن کردن اللهم حبب عبیدک هذا و امه علی کل مؤمن و المؤمنه. پیغمبر خدا گفت خدایا محبوب بگردان این ابو هریره مرا و مادر او را در تمام دل بندگان من، خواه مرد باشند خواه زن. این دعای پیغمبر میگه در حقی من قبول شد. تمام مرد و زن
مرا دوست می‌دارد. باور که من اونقدر حدیث از ابو هریره زیاد نمی‌دانستم، لکن همین غایبانه والله که دوستش می‌داشتم. امروز همون وقتی که در کتاب کشادم نگاه کردم، همون لحظه های اولی حدیث خوانیان به یادم آمد که من همین کس نمی‌شناختم، نمی‌دانستم. اینقدر تاریخش که امروز می‌خوانم، لکن بزم همین محبت همون در دل ما جای گرفتگی بود. همین حضرت که قصه های زیاد دارد، من میخوام همین حدیث به شما تعلیل کنم. گفتن رسول اکرم روز قرآن را کشاد و سوره زلزله که ما و شما میگوییم زمین جنبی، همین سوره زلزله که در پاره 30 از قرآن است، حضرت میگد یک آیت این از آیت 4 تلاوت کرد. چی گفت؟ یومئذ تحدث اخبارها ثم قال اتدرون ما اخبارها. همین آیت خوان. این آیت چی معنا دارد؟ روز قیامت زمین به سخن می آید. زمین اخبار خودش را، خبرهای خودش را با امر خداوند به خداوند خبر می دهد. رسول الله میگه گشته گفتن آیا میدانین که زمین چه اخبار میدهد؟ زمین چی خبر میدهد؟ آیا میدانین؟ قالوا الله و رسول اعلم. همگی ابو هریره میگوید همگی ما نشسته بودیم گفتیم خدا و پیغمبر او داناست که زمین در نزد خدا روز قیامت چی شاهدی میداده باشد. رسول الله گفتن فإن اخبارها ان تشهد على كل عبد و امة بما عمل على ظهرها تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه اخبارها. صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله بیان کردند، گفتند خبر زمین در روز قیامت بر خدا این است که میگوید فلانی ابن فلانی در پشت من در فلان روز، در فلان ماه، در فلان ساعت فلان و فلان عمل را انجام داد. استغفر الله، سبحان الله. همین زمینه که الحال شما بالای او نشستگی هستی، همین زمینه که بالای او شما نماز میخوانین، این زمین روز قیامت به ان ربک اوحی لها، خداوند وحی میکند، این زمین از زبان میدهد برای همه ما و شما شاهدی میدهد کیها چیها کردند، همگی را در نزد خدا خبر میدهد. لحظه های نشستن شما را در مسجد خبر میدهد، لحظه های قدم های به سوی مسجد زدگی شما را در نزد خدا خبر میدهد. این تفسیر سوره زلزله هست. خوش به حال آن بندگانی که بالای زمین پاهای خود در راههای نیک، در راههای خیر با عملهای صالح انجام میدهند. خوش به حالتان که زمین او روز از جانب شما خوش خبرهای به خدای خود خبر میدهد و شما به سبب این عملهای صالحتان در آخرت نجات میابید. باور کنین عمل صالح در دنیا هم دستگیر شما میشود، در آخرت هم دستگیر شما میشود. من یک قصه را برای شما بیان میکنم که در دنیا عمل صالح چگونه آدم دستگیر میشود. بعدا انشاءالله موضوع ما شروع میکنیم. رسول اکرم که راوی این حدیث ابن عمر است، در کتاب صحیح بخاری در کتاب بیع این حکایت می آورد. میگوید روز پیغمبر خدا گفتند 3 نفر به سوی یک کوه به سفر برآمدند. عمل صالح را نتیجهش نگاه کنید، در دنیا فایدهش نگاه کنید. برآمدند. وقتی که به یک کوه رسیدند به ناگاه باران سخت بارید و این 3 نفر برای پناه یافتن از باران یک غار را یافتند و در همان غار هر 3 نفر داخل شدند. یک لحظه رسول اکرم میگوید این 3 نفر نشسته بود، به ناگاه یک سنگ کلان از بالا جر شد
لغژان آمد و دهن این غار محکم کرد. این 3 نفر در داخل در یک تاریکی قرار گرفتند و در حیرت ماندند. گفتند اگر حال به همین انجام یابد ما و شما هلاک می شویم، زیرا قوت ما برای بیراه کردن این سنگ نمی رسد. این سنگ خیلی سنگ عظیم است، کلان است. و گفتند بیایید نزد خدای خود عملهای صالحی که در دنیا کردیم از برای خدا پیشنهاد میکنیم، شاید که برای عملهای صالح را انجام دادن ما و شما خداوند این سنگ را از بالای ما دور کنه. یکی از این 3 نفره چی گفت؟ پروردگارا تو میدانی من چند گاو دارم و این گاوها را چراندنی می بردم و در چراگاه شیر اینها را می جوشیدم، خاصه می آوردم، شب برای مادر و پدر خود تسلیم می کردم، باقی که اگر می گذاشت برای فرزند و زن خود می دادم. همین من فقط از برای خدای تو کردم. و شب میگه آمدم، در دستم شیر بود، نگاه کردم که پدر و مادرم خواب هستند. دیگر دلی من نشد که پدر و مادر را بیدار کنم. همان ظرفی در دستم انتظاری کشیدم. فرزندهایم، زنم گریه میکردند، گرسنه بودند، لیکن من که احترام پدر و مادر خودم میدانستم، تا به پدر و مادر خود نمیدادم، بر زن و فرزند تسلیم نمیکردم. تا روز ایستادم، وقتی بامداد شد پدر و مادرم بیدار شدند، این شیر را به آنها تسلیم کردم، باقی او را بعد به فرزندهام عطا کردم. خدایا این حادثه را تو از من دیدی، من این خاطر شما و ترس شما کردم. خدایا به حرمت این عملی صالح کمی این سنگ را از بالای ما دور کن تا که این آسمان سفید را ما بینیم. خداوند میگد این عمل که خالص از برای خدا بود، کمی این سنگ میگد بیراه شد، کمی روشنی در داخل غار پیدا شد. دویم نفر این میگد دست برداشت. خدایا گفت تو میدانی من یک دختر عمکی داشتم، بسیار به این دختر عمکیم علاقه زیچ داشتم، بسیار رفت آمده داشتم و حرکت من این بود که با این دختر عمکی خود یک جایه شم، زنا کنم. او روز یک برادر سوال کردند در شبهای تراویح که من سخن شما را گرفتم، با دختر عمکی و تقی خودم سلام نکردم، امروز اونا از من ملال شدند. میلش ملال شوند، خدا از تو ملال نشود، پیغمبر از تو ملال نشود، شریعت از تو ملال نشود. این حکایه، این حدیث پیغمبر خداست. این جوان اراده زنا داشت با دختر عمکی خودش. وقتی میگد این زن بر من پیشنهاد کرد که 100 دینار بر من میدهی، مرحمت من برای تو آن چیزی که میخوای آرزوی دلی تو را برآورده میکنم. با یک حال زاری میگه 100 دینار را پیدا کردم، در دستش دادم. وقتی این دختر عمکی من میگه با پشت غلطانیدم، در بین پایهای او داخل شدم، به ناگاه این دختر عمکو میگه گشته گفت از خدا بترس، زیرا حال زناکار در قیامت خیلی شدید و خیلی سخت است. از خدای خود بترس، من دختر هستم، اگر میخوای بکارت مرا دور کنی به طریق حلال دور کن، بیا نکاح میکنیم، بعداً مرحمت. وقتی میگه این سخن من شنیدم از این دختر عمکم که از خدا بترس، خدایا من از تو ترسیدم و در حالتی که در نزدیکترین وقت این کار انجام میدادم از جای خود خیستم و آن شلوار خدا پوشیدم و به خاطر تو از ترس تو از بالای این دختر عمک خود بیراه شدم. خدایا اگر این عمل به تو پسند آمده باشد، این سنگ را از بالای ما دور انداز. خداوند که میدانست که این عمل صالح بنده صالح بود، از برای خدا بود، کمی میگه با سنگ بیراه شد. سیوم این جوان چی گفت؟ خدایا گفت تو میدانی من یک کارگر را آورده در خانه کار فرماندم،
و حق او 1 کیلو گندم شد. وقتی من بر او کس دادم وی نگرفت، وی رفت. این کیلوی گندم او را من در زمین پرتافتم. آهسته آهسته از این 1 کیلو من به چندین گاو و به چندین گوسفندها رسیدم، حتی چوپانها خریدم. بعد زمانی چند این مرد آمد گفت حق مرا بده. من گفتم این چراگاه، این چوپان، این گاو، همه این از حساب تو است، از حساب همون 1 کیلوی گندمی که تو نگرفتی این من در زمین پرتافتم، همه این از همون حساب است. گفت مرا مسخره میکنی؟ گفتم نه مسخره نمیکنم، بلکه من از خدا میترسم، والله که این از حساب توست. همش گیر، همش میگه گرفت. این من خدایا از برای تو کردم، اگر این عمل من صالح باشد، بی ریا باشد، خدایا این سنگ از بالای ما دور کن. در زمان میگه سنگ از بالای همون غار بالکلی میگه دور شد که ما همگی از اون درون غار با یک آسانی و بی زحمت بیرون شدیم. ببینید عمل صالح در دنیا چگونه انسان نجات میدهد، در آخرت هم البته ما و شما را نجات میدهد. منم افتتاح سخنم همین بود که برادرای عزیز، یک روز بود، روز جمعه اولی ماه رمضان بود. امروز جمعه آخری از ماه رمضان است. 1 ماه از حیات همه ما و شما گذشت. کار کنیم، بادروا بالاعمال صالحه را فراموش نکنیم.